مراقبه تجسم سازی خلاق. عنوان: هومینا پلاس، زندگی در مدار عشق، ثروت و آگاهی. گوینده رضا تسلیمی و این فایل مراقبه متعلق به ایلدا، مراقبه چشمانداز شخصی ایلدا می باشد. یک فضای آرام پیدا می کنیم، چشمان خودمون رو می بندیم، تمرکز روی بی حرکتی بدن، چشمان بسته، تمرکز بین دو ابرو، نقطه‌ای بین دو ابرو. اجازه میدیم افکار از جلوی دیدگان ما عبور کنند. در اونها گیر نمی کنیم. اجازه میدیم افکار از مقابل دیدگان ما عبور کنند. هر فکری، هر اضطراب، نگرانی، خشم، هر فکری رو اجازه میدیم که از جلوی دیدگان ما عبور کنند. نفس عمیق میکشیم، نفس میکشیم و اجازه میدیم افکار از جلوی دیدگان ما عبور کنند. با هر دم عشق و آرامش و صلح و امنیت رو به درون میبریم و در هر بازدم ترس، نگرانی، تردید رو از خودمون به بیرون هدایت میکنیم. از خداوند درخواست میکنیم تا در این مراقبه تجسم سازی خلاق در جان ما حضور داشته باشه. با هر دم هوا و نور تازه را به وجودت هدایت کن. مکث کن و با هر بازدم هر سنگینی و آشفتگی رو رها کن. مکث کن. احساس کن زمین زیر پای تو رو به آغوش گرفته و خداوند با مهربانی در نور خودش احاطه‌ات کرده است. دم و بازدم، دم و بازدم عمیق با طمأنینه، آرامش، عضلات رو از انقباض خارج می‌کنیم. بدنت در آرامش کامل، ذهنت آرام و قلبت سرشار از حضور خداوند. در این لحظه هیچ عجله‌ای نیست، هیچ کمبودی نیست. تو در مدار عشق و فراوانی قرار داری. اینک خودت رو در 5 سال بعد ببین، در ایالت زیبای سن خوزه کالیفرنیا، جایی که آفتاب با نرمی روی زمین میتابد. دم و بازدم در ویلای سفید و دلانگیز به سبک مراکشی با استخری بزرگ در کنار مادرت، خواهرانت و برادرانت زندگی میکنی. خانه بوی نان تازه و پای سیب و عطر قهوه صبح را میدهد. صدای پرندگان از باغ می آید. نسیم خنک درختان روحت را نوازش می دهد. دم و بازدم. در دستت فنجان قهوه، با لبخند به آسمان نگاه میکنی و میگویی خدایا سپاس برای آرامش، عشق و فراوانی و ثروتی که در زندگیم جاری است. خدایا سپاس. تو برند جهانی خودت رو ساختی. هومینا پلاس، هومینا پلاس ایلدا. برندی الهام بخش در حوزه سلامت،
تغذیه آگاهانه و مراقبه گری. محصولات در فروشگاه‌های دنیا دیده میشن، روغن‌های گیاهی، پک‌های درمانگری، مکمل‌های ارگانیک که همه مردم رو به تعادل و شادی دعوت میکنه. دم و بازدم. عضلات رها، عضلات از انقباض خارج. در کنارش مرکز بزرگ سلامت محوری داری، جایی برای یوگا، ذهن آگاهی، مراقبه و فروش محصولات سلامتی. در کنارت خواهرت رو میبینی در مهد خانگی و تشریفات مجالس. با عشق و خلاقیت کار میکنی، گلارایی، دیزاین و هنر، همه در هماهنگی با روح خداوند، با روح مراقبه. دم و بازدم. زندگیت لبریز از عشق، زیبایی و نظم. ماشین بنز کوپه تو، ماشین بنز کوپه سبز کله قاضی با مخلوطی از خطوط طلایی زیر نور آفتاب می درخشه. در حساب بانکیت ثروت و برکت جاریه. کارت سبز اعتباریت در دستانت هست و احساس رضایت در وجودت موج میزنه. در سمینارها با لباسهای ساده و طبیعی، با تسلط کامل به زبان انگلیسی برند خودت رو معرفی میکنی. تو عالی هستی. مدام به ایلدا میگی که تو عالی هستی. با اعتماد، لبخند و درخشش الهی در چشمانت. احساس کن نور سبز و طلایی از قلبت ساطع میشه. همان رنگ چشماندازت نشانه رشد، ثروت، تعادل و قدرت درونی. این نور از درون تو میتابه و همه چیز رو در مدار هماهنگی قرار میده. بدنت سبک، ذهنت روشن و قلبت در تپش عشق الهی. دم و بازدم. مردم از تو با احترام یاد میکنن. ایلدا زنی آگاه، خلاق و الهام بخش. کسی که با عشق جهان را زیباتر می کند. دم و بازدم. تو الهام بخش زنان زیادی هستی در مسیر رشد، در مسیر آگاهی. صدایت آرام اما قدرتمند. در حضورت امید دلها را زنده می کند. دم و بازدم. اکنون با ایمان و اطمینان در دل تکرار کن. با من بگو: من در مدار عشق، ثروت و آگاهی قرار دارم. خداوند همیشه کنار من است و راه را برایم هموار می سازد. من منبع الهام و برکت هستم. هر روز با مراقبه، عشق و ایمان
زندگی دلخواهم را خلق می کنم. من زنی آزاد، خلاق، ثروت ساز و خدمت گذارم. دم و باز دم. احساس کن خداوند با لبخند تو را می نگرد. می گوید ایدا دختر نوری من، راحت روشن. و تو با آرامش پاسخ می دهی خداوندا سپاس که من در مسیر تو قدم بر می دارم. دم و بازدم. اکنون به آرامی چند نفس عمیق بکش. احساس کن نور سبز و طلایی در بدنت تثبیت می شود. این انرژی در قلب تو می ماند تا همیشه تو را در مسیر نگاه دارد. به آرامی چشمانت را باز کن، بدنت را حرکت بده، لبخند بزن و بدان که این چشمانداز فقط تصویری از آینده نیست، بلکه حقیقتی است که همین حالا در درون تو فعال شده. هر بار که این مراقبه را گوش می‌کنی به مدار الهی عشق، ثروت و آگاهی باز می‌گردی. در هر دم خداوند مرا به مدار عشق و فراوانی باز می‌گرداند. من منبع برکت و زیباییم. من منبع برکت و زیباییم.